به سلسله عکس‌العمل‌ها در ارتباط به قتل فرخنده، صدها تن از باشنده‌های کابل و شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی روز سه‌شنبه در کابل راهپیمایی کردند. در حالی که باران میبارید، این اعتراض کنندگان چندین بار در سرک استر محکمه افغانستان رفت و آمد کردند و شعار دادند که ما فرخنده هستیم، ما برای فرخنده عدالت میخواهیم و مرگ به جهالت. ما همه فرخنده ایم، ما همه فرخنده ایم، ما همه فرخنده ایم. بیبی آمنه، یک تن از این افراد، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید این افراد را عفو نه بلکه مطابق احکام قانون به سزای اعمالشان برساند. عاملین جنایت از این باید به پنجه قانون به پیش شاد شمشیره ولی به دار آویخته شود و همه تو در داده شود، همه تو تکه تکه شود. نشه که قضیه پغمان وری 5 نفر جنایتکار گرفتن، نه ما با او رد نکردیم. ما همه فرخنده. در این روز بارانی در کنار نهادهای جامعه مدنی و مردم عام، ده تن از اعضای حزب روند سبز و حزب 1400 نیز راهپیمایی کردند و ضمن تخبیه این رویداد از حکومت خواستند تا عدالت را تامین کند. فرخنده روز پنجشنبه هفته گذشته در منطقه شاهی دوشمشیری شهر کابل با اتهام آتش زدن نسخه قرآن کریم با سنگ و چوب کشته و جسدش از سوی مردم به آتش کشیده شد. جنرال ظاهر، رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، بعد از این رویداد گفت که بررسی هایشان نشان می دهد که فرخنده بیگناه بوده است. در این حال افرادی که برای عدالت خواهی برای فرخنده راهپیمایی می کردند از حکومت خواستند تا به این قضیه رسیدگی لازم کند تا آنان از امنیتشان مطمئن شوند. انوشه اجلاسی، یکی دیگر از این اعتراض کنندگان، به رادیو آزادی گفت فرخنده قربانی شده و حکومت باید تمام افراد دخیل در این قضیه را مجازات کند. عمل وحشیانه بود. من نمیفهمم که با کدام کلماتی عمل ما بیان کنم. از دولت میخوایم که عاملین جنایت وحشیانه را هر چی زودتر به شکل قانونیش مجازات کنند و اونا را به جزای عملشان برسانند. در این حال خانواده فرخنده ضمن سپاسگزاری از مردم میخواهد تا در رابطه به قتل فرخنده سیاسی عمل نکرده، از احساسات کار نگیرند و مقامات و عالمان دین را توهین نکنند. خانواده فرخنده و هزاران باشنده شهر کابل از حکومت می‌خواهند تا عاملین این رویداد را هرچی زودتر بازداشت و مجازات کند. در این حال لوی سارنوالی افغانستان اطمینان داد که این قضیه را به طور جدی تعقیب می‌کنند.